به شمخاباروخن بر هیولا درود میفرستم به تمامی دوستان عزیز. سدورا مورگن هستم. به چنل دانش مقدس خوش آمدید. شرط گرفتن اذن استاد از ما تا انتها دیدن این کلیپ است. پس تا انتهای این کلیپ رو ببینید تا اذن این عمل ارزشمند رو دریافت کنید. تدریس امروز ما اذن قلم، معروف به عزیمت، معروف به اذن قلم، دعای کسب موفقیت و پیروزی در اعمال روحانی. هرگاه خواستید در تسخیرات استخدامات یا هر عمل روحانی موفق شوید، باید عزیمتی را که برای شما شرح میدم بخوانید. عزیمت اینه. این عزیمت در بسیاری از کتب خطی آمده و در بین جادوگران معروفه که البته خودم یه دستکاری‌های درونش کردم، قوی ترش کردم و همچنین اذن خودم رو در این عزیمت قرار دادم. یک عزیمت و یک طلسم هست معروف به طلسم حکیم یا طلسم قلم. شرط جوهر روحانی شما رو، قدرت جوهر روحانی شما رو بالا میبره. ابتدا من عزیمت رو میخونم، دوستان متوجه بشن و بعد طلسم رو بنویسم و بعدش هم توضیحات تکمیلی. بخن 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 یا تم حشین 3 مرتبه، یا تم حشین، یا بللن به تیتلن به کمشن کالوشن یلوشن بسم اعظم الذی کان مکتوبا علی قلم آدم خیر خلق الله الی ما اجابت به حق سدورا مورگن الوها الاجل الصاحب. بخور این عمل، یعنی هنگامی که میخواد شروع به خواندن این عزیمت کنید، بخورش لبان زکر و جاوی سرخ، جاوی احمره. قبل از نوشتن طلسم رحمانی، برای طلسمات رحمانی، برای طلاسم سفلی هیچ کاربردی نداره. پس قبل از عمل رحمانی خودتون بهتره که یه 2 رکعت نماز بخوانید و بعد بخورات رو روشن کنید، لبان زکر و جاوی احمر، هر کدوم به مقدار 15 گرم دائم میسوزه و بعد این رو 41 مرتبه میخوانید و بعد شروع میکنید این طلسم قلم رو، من اینجا بنویسم، طلسم قلم. اینجا اسم من با حروف جدا جدا می نویسید. سدورا
مورگن. پس وقتی که نماز رو خواندید، بخورات رو روشن کردید، 41 مرتبه عزیمت رو خوانید، از بخن، این یعنی 3 بار باید بخونید. این عزیمت هم 41 مرتبه خواندید، یک کاغذ سفید بدون خط، نیازی نیست اینقدر بزرگ باشه، یک کاغذ کوچک آماده میکنید، این طلسم رو روی اون کاغذ می نویسید، ریز بنویسید و اون طلسمی که نوشتید رو به مدت 15 دقیقه بالای بخورات قرار میدین. بخورات داره میسوزه، 15 دقیقه قرار میدین. بخورش که دادین 15 دقیقه، این رو کوچک میکنین، چسب میزنین تا باز نشه و در سر قلم خودتون فرو میکنین. قدرت قلم خودتون به نهایت میرسه و فقط از این قلم برای نوشتن طلاسم استفاده کنید تا جوهرش به نهایت نیرو برسه. این سرش رو میتونید حالا اگر میخواید با جوهر زعفران بنویسید، سر رو برمیدارید میذارید سر خودنویس خودتون. اگر با روان نویس مشکی مثل این استفاده میکنی، همچنین میذارین در سر قلمتون. نکته هم باقی نمیماند. بهتره بعد از اینکه این طلسم رو نوشتین، برای اینکه عمل شما قدرتمندتر بشه، 1 سوره یا 2 سوره بخوانید. فرق یک آیه یا 1 آیه یا 2 آیه یا 1 سوره 2 سوره میخوانید و تقدیم میکنید به عدد 411. این عدد سر این سورات رو به این عدد تقدیم میکنید تا عمل شما به نهایت برسه. نکته خاصی باقی نمیماند. امیدوارم که در انجام این عمل موفق باشید. سدورا مورگن هستم.